که امروز به دعوت خانم ترانه علی دوستی داوطلب شده که بیماری ALS رو به شما معرفی بکنه، یک خانم بازیگر سرشناس تئاتر و سینماست، خانم سحر دولتشاهی. بله من سحر دولتشاهی هستم. ممنونم از ترانه علی دوست عزیزم که منو به این چالش دعوت کرده. به نظرم این حرکت نمادین خیلی قشنگیه که داره انجام میشه برای شناسوندن این بیماری و من خودم تازه با این بیماری آشنا شدم و چیزی که راجبش خوندم اینه که شوکی که این آب یخ به قسمت سر آدم میده برای سیستم عصبی و شاید عقب نگه داشتن این بیماری موثره. من قول میدم بابت آبی که الان مصرف میشه 10 روز توی مصرف آب روزانم صرفه‌جویی کنم برای دوستانی که خب این نگرانی رو داشتن. من کسانی رو که معرفی میکنم و خواهش میکنم که توی کمپین شرکت کنن، بازیکن شماره 6 تیم ملی والیبال افتخار آفرین آقای سید محمد موسوی، دوست قدیمی و عزیزم خانم هدیه تهرانی و دوست عزیز دیگم آقای صابر ابر هستن. ان شاءالله هیچ وقت هیچ کس بیمار نباشه.